همچنان کلمه امر وقتی که در قرآن میخوانیم که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، پس کلمه امر که است امر الله سبحانه و تعالی امی هست که وقتی امر میکنه 100% تنفیذ میشه، وسایل و اسباب باشه یا نباشه. گفت خلق شوه اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ایناله اما کلمه امر برای انسان ها هم استعمال میشه. خیلی میگه اینجا انسان هم امر میکنه و خالق هم امر میکنه. پس فرق بین از چی است؟ میگیم که برادر عزیز امر خالق با امر مخلوق در این نقطه از نگاه معنا فرق میکنه که امر خالقی است که اذا اراد شیئا ان یقول له کن که برش بوی کن شو فیکون میشه. اما امر مخلوق برعکس ازی هست. امر مخلوق چرا برعکس ازی است؟ امر مخلوق به خاطر ازی که احیانا مخلوق امر میکنه امرش کس قبول نمیکنه، امر میکنه امرش به هفته ها ماه ها سال ها تأخیر میشه. پس او امر با این امر فرق میکنه.